پس چطورین بچه‌ها؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید. آقا امروز اومدیم توی پوجاب لانچر ماینکرافت بازی کنیم. شاید بپرسین چرا داخل ماینکرافت عادی ماینکرافت بازی نکردم، چون که ماینکرافت بدراکم خیلی لگ داره. پس گفتم بیایم اینجا پلی بدیم. لایک و ساب فراموش نشه، زنگوله کنارش هم بزنید تا از ویدیوهایی که میذارم با خبر بشید. یه کامنت انگلیسی هم بذارید، یوتیوب داره خیلی اذیتمون میکنه. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. اوکی، اسمشو میذاریم. اسمشو چی بذاریم؟ اصلا شرمنده اگر خیلی جا ممکنه لگ بخوره دیگه. آره دیگه. اوکی، کمی درت جمع کنیم، شاید به دردمون خورد. اوکی، یه استک جمع کردم. خب بریم دنبال آیرن. فقط یه دقیقه. او شیت هیرو برای ها. اینجا مراغه است، یعنی شهری که میانه رو رد کرده قبل تبریزی. دوستان کلاچو ببینین، کلاچو ببین. وایس نه اینجوری نمیشه. آیرن. کلاچو ایزی. وای بسن کم مونده بود بسوزه. اگر اشتباه نکنم یا این بود یا یکی دیگه که همین بود. یادش بخیر نسخه 1.16 که راه میرفتی جلو پات یه دونه آیرن ثبت میشد. اوکی، فیلینگز، دوتا فیلینگز به دست آوردیم. به داره شب میشه. جیزس کرایست. اوکی دوستان، این بود از این ویدیو. امیدوارم خوشتون اومده باشه. این پارت هم سعی کردم کوتاه درستش کنم. اگر لایک ها این ویدیو یک کمی رفت بالا یا ویوا نسبتا خوب شد، پارت بعدی طولانی تر درست میکنم. اگر خوشتون اومد، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیو دیگه، گود بای، پیس اوت. خداحافظ.